اگه بدون این آش خوشمزه و جا افتاده چقدر میچسبه تو این هوای سرد زمستون، هر روز درستش میکنی. یه پیمانه نخود، یه پیمانه لوبیا چیتی و یه پیمانه لوبیا قرمز رو داخل آب بخیسونید. 2 پیمانه عدس هم پاک کنید. عدس نیازی به خیسوندن نداره. حبوباتی رو که از قبل خیس کردید داخل قابلمه و جداگانه با یه مقدار آب بپزید. بعد داخل قابلمه پیاز داغی رو که آماده کردید اضافه کنید. چند تا حب سیر خرد شده، نعنا خشک، زردچوبه، فلفل سیاه، یه مقدار فلفل قرمز و در آخر جوز هندی رو بهش اضافه کنید. کمی تفت بدید. مقدار دقیق موادم داخل کپشن براتون می‌نویسم. حدود 3 تا 4 لیتر آب بهش اضافه کنید. حرارت رو زیاد کنید. درش رو بذارید که جوش بیاد. جوش که اومد، حبوباتی رو که از قبل پختید بهش اضافه کنید. اگه حبوبات رو نپختید توی مرحله میتونید اضافه کنید، فقط مدت زمان پخت آشتون طولانی تره. بعدم 1 کیلو سبزی‌هاش بهش اضافه کنید و بذارید دوباره جوش بیاد. توی فاصله یه بسته رشته آش رو به 3 قسمت تقسیم کنید. بعدم رشته ها رو به آش اضافه کنید. یه 40 دقیقه زمان میبره. در آخر یه مقدار نمک بزنید و با نعنا داغ و کشک تزیین کنید.